علیکم فرندز اوجی فامیلی. بچه‌ها چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیرین؟ با یک ویدیو دیگه روز یکشنبه یستر عینک جدید دارین. This one is crazy brother. ای امروز میخوام یکم ویدیو مینی چت بگیرم، برم رد فلگ بپرسم، بگم بچه‌ها از رد سه دونه رد فلگ بگن، رد فلگ هایی که در دیت اول اگه کسی انجام بده کنسل. آقا من این سوال ازت دارم، سوال خیلی ساده و سمپلی همش. اینکه یه خانم سه تا کاری رو بگو که تو دیت اول کسی انجام بده کنسله. اولیش یکی بگی ماشین نداشته باشی بیرون نمیاد. این کنسله، همچین خانومی کنسله. اوکی کلا کنسله. دو چرا من آوردی فلان رستورانی فلان کافه ادایی باشه. آره دیگه چی کنسله؟ میشه نه دوست پسرش تعریف کنی. ایول اوکی، نکته های خوبی رو گفتیم. آره نکته اول ماتریالیست، نکته دوم خیلی چوسان فسانی، نکته سوم هم که آره دوستای جنس مخالف. اینکه سه تا رد فلگ تو دیت اول. او بده طرف. نظافت. دقیقاً. فقط این مهمه. واقعا مثلا دوست جنس مخالف برات مهم نی؟ فقط نظافت. یا اینکه مثلا یه طرف خیلی از اکسش حرف بزنه، بگه من اکسمو خیلی دوست داشتم فلان، اکسم اینجوری بود، اکسم اونجوری بود، اکسم اونجوری بود. مهم نی برات؟ سعی میکنم فراموشش کنم. نه ببین تو که قرار نیستش که مرهم درد کسی باشی برای زخمی که قبلا گرفته و اینش به کنار. و یه چیز دیگه این که وقتی میری تو رابطه دلیل اینه که تو با طرف بسازی. آره ولی من منظورم اینه که فکر کن مثلا اون یه مرد، فکر کن اکسش یه مرد آلفایی بوده تو ذهنش، خب بعد اون یه تصویر دیگه از مرد داره، بعد اگه تو بعد همش اونو قراره تو رو با اکسش مقایسه بکنه توی رابطه، میدونی یعنی همش تو یه رقیب داری، رقیبه که حضور نداره، میدونی رقیب غیر حضوری، اگه اصلا خوب نیست. آره اینم هست. متوجهی؟ یعنی تو ذهن اون همش تو یه رقیب حضوری داره، غیر حضوری داره. مقایسه کردن اینم هست. اینکه اصلا مادیاتی باشه چی برات مهم نی؟ مادیات بستگی داره چقدر باشه. ببین برای رفاه هممون تا در حد رفاه هممون مادیاتیم، خب همه آدم‌ها روی کره زمین در حد اینکه رفاهمون رو داشته باشیم. ولی اینکه مثلا بخواد توقعات داشته باشه که آره نمیدونم اینجا بر اونجا بر شاید یعنی نداری یه چیزی تو ذهنت، نداری چیزی که اذیت بشی، داداش نمیشه که اینطوری. تو دیگه خیلی ریلکسی دیگه، یعنی یارو فقط بیاد بشینه، فقط حضور داشته باشه. آره فقط باش. تو فقط باش هیچ کاری نکن. وای تو خیلی لنگی، همه رو قبول میکنی با این شرایط. بخیری؟ سلامتی؟ جان جور است. از کجا سلام؟ تهران. تو خود قواره در تهرانی نمیدونم تو از کجا در تهران هستی؟ خودت از کجا هستی؟ من از میدان وردک. کجا؟ میدان وردک. میدان وردک؟ آه خوبه. تو؟ منم توی تهران هم کار میکنم. استعلاتت از کجاست؟ از کجا هستی؟ پدر و مادر از کجاست؟ از خود تهران. که خودت سه تا کاری که یه خانم تو دیت اول انجام بده و شما بگی کنسل. سه تا کاری که یه خانم تو دیت اول انجام بده و شما بگی کنسل. نه حالا این اتفاق برام نیفتاده. یعنی همه دیتا اوکی بودن، دیت اول رفتی دیت دهم؟ نه دیگه نبوده که اوکی بشه، اصلا نداشتم. دیت نداشتی؟ نه برادر چند سالته تو این سن و سال، این همه تجربه، باید کوله‌وار تجربه باشی الان. 36 سالم ولی تجربه نکردم. مجردی؟ بله مجردم. 36 سال مجردی دیت نداشتی؟ یعنی تو میخوای به من بگی تو باکره ای الان؟ آره دیگه. اونجا یه آدم خالی بند. چرا دروغ میگی؟ نه ببین من نمیگم مثلا خلاف کردم ولی رفیق نداشتم تا حالا. دوست دختر نداشتی؟ نه نداشتم. نمیخوای مثلا دوست دخترم داشته باشی؟ زنم نمیخوای بگیری؟ نمیتونم، رابطم خیلی ضعیفه. چه رابطه ضعیفی؟ خجالت میکشم، یه نوع ترسه. از چی میترسی؟ از مسئولیت؟ از مسئولیت، از اینکه نتونم مثلا ادامه بدم. چرا؟ چون تنوع پرستی؟ تنوع طلبی؟ نه تنوع طلبم نیستم ولی یکی باشه مثلا جونم بهش میدم. ولی میترسم از رابطه جدی، خیلی میترسم. تا حالا برام اتفاق نیفتاده. چون انجام ندادی طی 36 سال. خب معلومه منم بودم بعد 36 سال میگفتم عمرن، تا من که تا حالا نرفتم همین بعدم نمیرم. بگاه نرم یه دفعه‌ای. نشه یکی بیاد بزنه دلمون رو بشکونه به فاک بریم.
آره به خاطر همین بوده. اشکال نداره ولی خب انشالله ki بالاخره sen de bulursun bir tane inşallah aşık olursun kardeşim. بچه کجایی؟ İnşallah sen de bir tane tapsen. Sala. سلام. داداش چی زدی چشات ترکیده؟ با چیزی بزنم؟ به جان خودم چشات یه جوری ترکیده انگار یه چیزی خیلی انگار هر چی 2-3 برابر زدی. نه بابا سایه است داداش گلم. سایه است قربان اولم. اون چشمات مردم اکاش اینقدر شده چی زدی؟ آقا یه سوال ازت دارم حالا ولش کن سوال ازت دارم هر چی زدی میشه جونت بدن خودت پول خودت دنیای خودت 3 تا کاری که یه خانوم بکنه تو دیت اول تو بگی کنسله خیلی خودخواه باشه از خود راضی باشه خودخواه از خود راضی یکیشه آره. دنبال پول باشه دوست اجتماعی زیاد داشته باشه منظور در دوست اجتماعی دوست جنس مخالفه دیگه آره اون دیگه دوست اجتماعی نیست اون فکر کنم تلفن عمومی تلفن همگانیه به جون داداش به جون خودم من این مراما نرم من فقط ماهی 2 بار میشینم شیره میکشم ساعت 8 قرار این مواد داشت حرف میزد دیگه anti drugs brother anti drugs OG is anti drugs یو ای حرفا که میشه زد تو سند و مدرکت سیاسیش کردی قصر در بری محلکت چیزیم روی قبقبت کن نمیشه کلکت فلک بنزینم باز روت اینم فندکت با هر بیت میکشمت زبونم دوشگاه رو آوازتون شاشیدم و پا گذاشتم روش سربازه این همه توپل شدی آره حاجی چاق شدم به قرآن باید برم ورزش والا کنم نشستی بالا سر خونه بابا همچین میزنی لپان افتاده خونه سر بابا کجاست تنها زندگی میکنم 35 سالمه بابا خونه خودمه خونه بابا ما رو 18 سالم بود انداختم بیرون از خونه بابا دلت خوشه مومن خونه مجردی گرفتی نزن تو سر یوتیوب چرا دیگه منتش رو سر یوتیوب نذار یه دونه چیپس گرفتی دستت انتظار داری من پولشو واسط کارت به کارت کنم خودت داری گنگشو پر میکنی گنگ چی چیپسه بابا چیپس طلا نیست همونه دارم میگم یه دونه چیپس گرفتی دستت احساس میکنم مثلا من داری خودت گنگشو پر میکنی انتظار داری من مگه چیپس خوردن گنگ داره که من گنگ پر کنم والا جوری که شما برخورد میکنی یه ذره ریش هم گنگ داره نه به قرآن مجید من خاک پاتم کجا گنگ سکت میمزا او چیه میمزا میمزا سکت میمزا anlamıyorum ki amına koyayım میگم فداد پسر خاله بابا من نمیفهم به چه لهجه و شیوه‌ای بود لکیه میگم فداد کره اول لکی بوزانی çamuşum کامل زانم چوجی ها نیمرو چهر دیه 3 کاری که دادمون ملاقات اولی خانم بکنه و سرت خوش نخوره را به ما بگو سر از اون بس 3 کاری که خوشت نخوره سرت و تو از خاطر از اون 3 کار بگی که من دیگه تو رو نمیخوام ببینم 3 کارا بگو چی کارایی رو بکنه یک خانم بدت میاد گوشی من جواب نده و از گپ خود بگرده که یا بره مطلب با مطلب دوستی کنه فقط اقامی چیزی که باشه مولمو چیز انتخاب کنه بهتر شاید باشه نه متوجه شدم تو من برای روز اول میگم اولین باری که میبینی در اولین بار 3 کار بکنه که اون 3 کار خوشت نیاد اول در تلفن بیاد بزنه آها والا و تدارات اصلی کارا خب برای یکی ما شما شاید نمونده باشه حالا فقط دارم فکر کنم که ذهن ما آرام باشه اونم بهتره جنجاله زیاد بخاطر این کارا کشیده دیگه نمیخواد درگیر این کارا ما را توبه از عاشقی نه؟ صد توبه داره گلم شکر که جور از قربانت میبینیم انشالله با بخیر باشی خوش آرام باشی شما برید میتوانه تو رو نیاز داره بیا بوی تن تو رو من روزتی ها خوابم نمیبره بدون تو شبا
من بفهمم که بوده از من تقصیر ها ایدوان عالی خراب کده شاره مثال فرهاد شیرینم پاله هر کسی ترمشم